یگون کس باشه ای خونه یگون کس هست اما چه یگون کس نیست عبدالخواه ایره بینا عبدالقهار ای خولم خواه یو عبدالقهار مردکی خوب عبدالقهار ابا چه پیشین شیدسته نبخیزی؟ باشه بابا چه عیب نیستی؟ باشه شکری ابا چه توی چی نخواه میره یک خوب بوده همیشه اکرم خونه بزن هم خیلی اگر گیرد به خونه بزن گفته دیگه خواه میره تو بگیره یک کانتردان اکرم بخشیش داخل بابا جا بر وقتر بخیزی نمیشه آخی اکرم ساعت خیزم بو خوب بوده است همیشه بیو خیلی شما بیا چه گیری کنید بیو شما دی رحمت عبدالقهار لبای جوره اینا من دیدم چی را دیدی؟ اینا همین چیزا رو آخیده بگم خونه تا همین خونه بیزن همین خیلی میشه آخی اما زن نباش سرشته نگه من چون کنم جوش برسم انا هزار رحمت جوش برسم خوزگی خونه مردک زنک میگم بیا بکن بگی ازش آخی کوفتیم چند تاشا یفتیم یکی بدل نیست خونگیر نیست یک جوری باید یک کرد معقل نمیشه همون دختر آموزنک اون نمیشه چه خیل کنیم آخی اما بکش ده من نمیخوام بخیل زنگی دکی در کنه آخی من میخوام خونه من آباد باشه آخی اینا بیا یوردوز بیا خود اینا بی نونه یا هیچی نیست دیگه نیافته از بدل مون نیافته از دم آخی جورا نمیفهمی نخود در همین قشلاق کلان تو یک دختر یا یک زنکی بشوره نیاوی بگیری قریب خونه داری همش رفتیم یگان تاش ما دا توری نگیریم یا تاش بعضی میگیره بعضی نمیگیره بعض پشیمون میشه من میگه قدید گپ زنه میگم خیلی نمی خیلی هر خیلی بعضی او 6 روزی او 8 روزی نیست خودش دو روزی نیست بعضی روزی 8 روزیش نیست این گریبونی کرته نگاه کن ایرا بینه چرکی ایرا بین یا وجب چرک داره تو بکا امروز و پگاه ای بیزنی را تارتنه دگوشا تار میتنه خب گپا گوش کن جورا تو دا یک آدمی تقدیر جنبان در کار چی جنبان؟ تقدیر جنبان که همین تقدیری تره یا بجنبانه ایشالله با همه گوش بشن شده میشه این تقدیر جنبانه جا یا این تره درم بدرو بکو اگر که نیفتی اونجا کوفت اونجا نیست آخه اونجا ترافیک داوگم نه ایتره نه نگلاس نه یگان چی نه هاوچه کوفتو آخه هم تقدیر جنبانه جمیو اینا من تقدیر جنبان یک زنکای ده همسایگی ما ده قشلاقی ما من همون را مصلحت میکنم قدیش بری شروع شوخی من چی شوخی میکنم قدیش آخی گفه گوش کن ما در برش ستارها متواضع نیستن گفه راست میگو بچه تو اگر آدم زنگیر باشی این همین مرا بگو من همون زنکه مصلحت میکنم قدیش ایتی یک چیز خوبی و دیل همون زنکه یافتن همینی اگر دیل شب بیاوی وای زنک همین زنک مهنتیه که خانه تا همش آباد میکنم زیبایه او طریقه ده حیات ندیدن یک دل من نو خدا مرد دل من تیم هزارم انا اکو من میرم اون زنک که مصلحت میکنم او زنک راضی می خیریت قدم برکت در همین دسترخوان خانه‌دان پروردگار آباد پنج کنم نشیش دیبا میشه یک رحمت کسی که نصیب باشد توی ده انشاءالله من ریختو توی ده بشینیم توی ده مخلی فهمی دیگه پاخی ها ده نخونه تشکیل نکرده هیچ گپ ندارم روزی توی همین توی شما همین اول اوش قطعه گوش پول پیش خیلی من گفتم یک سر انشاءالله خدمت بکنم قریب فراموش که با همتری لباس کتی نره میگو چکو شما کستومی فاسان کن سپشتی بخیرش کار بکنی شما کستومی فاسان باش خطا فاسان کن اگر گرست و داشته باشی
گرستوفم اگر نداشته باشی فرق نداره هم نداریم در کار نیست همین شیک کستوم تخشوه خشومش های فهمیدی؟ وزیر کلتت سفید باشه فهمیدی؟ سلام علیکم هم کار سوزدم مونه نه مایلش خوب مایلش خوب ای جورا همین کار سوز نمونه کی گفتم کن همون محتو ای محتوبی مایلش عبدالقهار لبای خودت جورا لبای چو کنم گپا گوش کن من محتوبی را راضی کردم فهمیدی حقوقش مصلحت کردم گپا گوش کن در همون جاد بست فهمیدی من را ده تاکسی میشنونم با تاکسی همونجا دا رویی میکنم با پیشتا نیکی گپا گوش کن عبدالقهار پولی تاکسی 70 سوم پول میشه هیچ گپ نداره برای این تری زنک انا 70 سوم تاکسی چی را میتی جورا شید او طرف شک کاری خداد گپا گوش کن برادر من گفتگی من کردم اصولش در دستی خطای دیل شب بیا قچیش مصلحت که فهمیدی من رفتم رحمت دوای مایلش خوب من رفتم من نبوده تاکسی نبوده السلام علیکم خیریت اومدی شکر به توقت شدم این نفسم میگیره دیگه سازی تیجی ناز اومدی داره از اون نکشیدی هیچ که غم نداد یکی غم تیترا خواهش اقریا کستر غم تیا موپری رو تبینو که معقل شدی توی در استانبول میگذرونی آی راستی؟ واه دوبای میبرمت انا اونجا را ببینی این دنیا را نشانت میتیم همه قیتمان معقل شدی تمام دیگه تمام چی دنیا را برای تمام در پیش پود میپردم آی راستی؟ من همه خیلی میمون اومده من گلی چه دست میتیم بروی دستم تا میبردم این همه خیلی دیدین دستی من انا همه خیلی میبردم اومد انا در بور دیلم میمون اومد دیگه سازی تیجا ما خیا ما رو تا بینی تو منو بینو خیاگ یا دیگه را بینیم اخی اما تو میشینیم با اوی تاکسی میگه سروسیما چی میخندی؟ همین گپاکوی فورا شما همه قمد معقول شد کدوم گپو؟ استانبول گفته استانبول اگر رو تبینو که معقل شدی آی کجا؟ کجا استانبول چی؟ بعدگی چند سو بود؟ هفتاد سوم مانا هفتاد سوم رحمت باشی طرف شما اولی بیز نراب تو گوش کن جورا این همی هفتاد سو دیگرم ای خودت
برای چی؟ همین آدمی را که آوردی خب ایگی جایی که گرفتی بر دورتر فرار که من نبینم.